سلام ای درافلندی عزیز، من سایم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. میخوام توی این ویدیو بهتون آموزش بدم که برین چطوری بخش NFT های بامپتون رو فعال کنید. اصلا کار سختی نیست، خیلی هم آسونه. و میخوام یه توضیح خیلی مختصر و کوتاه بدم که وقت شما دوستای عزیزم گرفته نشه. پس میریم سر اصل قضیه. وارد قسمت NFT بشید، روی بامپ استور کلیک کنید. الان 6 تا قطعه مشاهده میکنید. 2 تا انتخاب شما اینجا دارید. میتونید هر 6 تا قطعه رو خریداری کنید و یه سفینه تشکیل بدین که با ساختن اون سفینه و ارتقای اون به سطح‌های بالاتر بامپ اعلام کرده که به شما توکن بیشتری قرار مثلا بده، یا اینکه شما میتونید هر کدوم از این قطعه ها رو جداگونه بخرید و توی قسمت مارکت پلیس به فروش بذارید که اینجا میتونید هر قیمتی که خودتون دلتون میخواد روی اون قطعتون بذارید و خریدارا ازتون بخرن. میریم سراغ خرید. الان شما باید روی قسمت بای کلیک کنید. اینجا بهتون میگه که شما به 1 میلیارد امتیاز بامپ نیاز دارید و 1/10 تن برای کارت مزدش یا همون کمیسیونی که ازمون میخواد. روی بای کلیک میکنید. یه کپچا داره، اینو باید حل کنید برای اینکه بامپ بدونه شما ربات نیستین. نکست استپ، دوباره یه کپچای دیگه باید حل کنید. خب این گزینه هم که اوکی بشه روی سند میزنید. الان که روی سند بزنید صفحه تون کیپر برای شما باز میشه. شما از قبل داخل تون کیپرتون باید حدود 1 تن داشته باشین، چون برای 6 تا خرید حدود 6/10 تن نیاز دارید و برای تکمیل اون قضایا فکر کنم حدود 2/10 تن نیاز داشته باشین. من الان کلیک میکنم اینجا، چون من از قبل تن داشتم باید یه صفحه برام باز کنه که فکر میکنم به خاطر نتم این صفحه رو نمیاره بالا. اگر اون صفحه رو برای شما آورد بالا، شما تاییدش میکنید و اون قطعه برای شما خریداری میشه. برای اینکه اون قطعه از تایمی که خرید میشه وارد صفحه شما بشه حدود 15 میل فکر کنم زمان میبره و برای خرید اون قطعه های بعدی هم شما هر 15 دقیقه یک بار میتونید این کار انجام بدید. یه توصیه‌ای که هست اینه که دوستان، کسایی که میخوان ریسک انجام بدن این کار انجام بدن. یعنی اینکه ممکنه که حالا در آینده توکنی بهتون تعلق نگیره، پس افرادی که قدرت ریسکشون بالاست میتونن وارد این هیته بشن. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با همون همراه بودین. در آخر اگر 6 تا قطعه رو خرید کردین و خواستین سفینتون رو تشکیل بدین، وارد قسمت تسک میشین، روی گین کلیک میکنید. اینجا سفینه رو براتون به نمایش میذاره که الان سطح سفینه من 1 که هنوز تشکیلش ندادم و شما قطعه رو کنار هم دیگه قرار میدین و اون سفینه شما تشکیل میشه. امیدوارم که پروژه خوبی باشه و به هممون یه پول خوبی بده. مرسی دوستان با ریاکشناتون، حال ما رو هم خوب کنید. خدا نگهدارتون.